لذت همزمان از مزه و مکان. فودکورت برج تماس. پاریس 1986. من زد هستم. زد کاری از سعید ابوطالب. ما 7 نفر بودیم. خط شکن، بولدوزر، کله خر. امشب گروه جوان و جذاب 7 میزبان شما هست. مرگ و زندگی همه این گلا تو دست من. جنگل واسه ما تبعیدگاه، ما پسر شمایی. نفر بره کریم اگه نگرش کن. اگه شما پاورنه وسط این ماجرا نمیپریدید این همه سردخ از دست نمیرفت. آلارم چیه؟ تشنتونه آقا. یه قهوه برام بیار داغ باشه. آدم و تاریکی های زندگیشون اول از همه به من. این تازه شروع ماجراست. کرامت خان به نافش بستم، فکر کرد واقعا گویه. سباسیکلت شما را به دیدن این برنامه دعوت می‌کند. چرا همه چی اینقدر دور دسته؟ چرا حافظ گاهی لج میکنه و یاری نمیکنه؟ چرا وقتی داغ میبینی روزها قرار گذشتن ندارن، سالها قرار جلو رفتن ندارن؟ هی حافظه، سلام. پا بده حافظه جان. راست گواردیولا پسرشو کشته؟ توی جهانی که شهرت برات میسازه میتونی درخواست یه طرفدار یا یه عکاس برای گرفتن عکسی رو بپذیری یا نپذیری، ولی وقتی که پذیرفتی نمیتونی درباره این که رو کاغذ کدوم روزنامه و سایت و دیوار چه خونه عکس چسبونده بشه تصمیم بگیری. درباره رفیق بد و زغال خوب شنیدین؟ جدی نگیرینش. رفیق خوب و بدت خودتی و بس. وقتی گندمون در بیاد اولین کسی که دوزاریش میفته خودمونیم. قبلش رو یادت نیست. قبل از سقوط رو هیچ وقت یادت نیست. اصلا تصور میکنی تو برای سقوط به دنیا نیومدی. ریختم دور، همش ریختم دور. بازم بخری میریزم دور. مهمون داری، جلوی این آبروداری کن. خواستم بیام پایین آبش کن. آب میخوای؟ خیلی خوب الان برات میندازم. گیر افتادی.
تصور میکنی تو آقای برنده ای، خانم برنده ای. تصور میکنی تو و سقوط، تو و خار شدن، تو و زمین گیر شدن. بی خیال بابا، من به همه چی مسلطم. امین مواظبش باش. اوضاع تحت کنترله. ولی نیست. کی میفهمی نیست؟ وقتی که ته دره ای، اون وقتی که میفهمی قافیه رو باختی و افسار زندگیت از دستت در رفته، اون وقتی که دستت واسه خودت رو میشه. از اینجا به بعد زندگی شروع به تنبیهت میکنه. ذات عشق فقط شبیه اون چیزیه که ما مردم فکر میکنیم، آرامش سازه. ولی گاهی همون عشق پای شب رو توی زندگیت وا میکنه و این اصلا انتخاب تو نیست که عشق قراره با تو چجوری رفتار کنه. میگذرم دوباره از شب دودی تکون، میرم به شرق مقدس زیر این رگبار بارون. ماشینم مثل دل من
به شتاب و سرد و سنگین یاد چشم تو میفتم توی برف سر لباسون توی راه تا کافه مارینا توی فکر تو میمونم با پیانوی فالش کافه باز آهنگاتو میخونم میکشم تن روی برفا با سگ بنگرد جاده توی یاد تو میمونم پیش میرم پای پیاده بهم گفتن این جشن و مسخره بازی رو یکی از طرفدارام درست کرده. تو بودی نه؟ تولدت مبارک. ببین بار آخرت باشه اینجوری منو سورپرایزم میکنی ها. تو هم منو چشم انتظار نذار. ببخشید وقت سنم من و تو چیه که باید چشم انتظار من باشی؟ خواستنت گواردیولا. ببین من نمیفهم چرا نمیفهمی من چی میگم. 100 بار بهت گفتم من زن و بچه دارم. تو گوشت فرو کن. این مهمونیت هم بخوره تو سرت. دور منو خانواده من نپلک. نپلکم وایسا. نپلکم کی میخواد رهن و خونه دارم داشته تو بده؟ کی میخواد اجاره خونه تو بده؟ اسماعیل جان اصلا بدهیاتو کی میخواد باز کنه؟ بابا من که نمیگم خانوادت تو کنار بذار، فقط میگم با منم باش. همین. بری اومدم وسط سالونا. دست به من نزنا. دست به من نمیزنی. من این حسو همینجوری الکی نیوردم. تو به من دادی. من هیچ غلطی نکردم که همچی حسی به تو داده باشم. هیچ غلطی نکردم. بی پول بودی لبن بودی یادت رفت؟ من به گور پدرم خندیدم که لبندی کرده باشم. ببین ازت خواهش میکنم امشب از اینی که از خرابترش نکن. برو دنبال کارت. پاشو برو دنبال کارت. برو دنبال کارت. بین من و تو خیلی چیزا هست. تو از پول من کندی. باز به من نزن. تو هم از من سوء استفاده کردی. 2 سال دادی آشغالای بنجل تو به اسم من داری میگی بارنده من. اسماعیل من امشب میام بالا سرت توی خونت. قصه اون فوتبالیستا رو شنیدی که زنشو کشتن؟ خفشو بیشه. اسماعیل همه مهمونا منتظر. ریحانه جانم ایشون همون خانم بنفشه هستن که خدمتتون گفتم من تبلیغ برندشو انجام میدم. لطف کردن ایشون همه این مهمونی و این چیزا رو زحمت کشیدن برای ما گرفتن. یه جر و بحث کاری بود. شما بفرمایید من میام. بیا لطفا. بفرمایید. میشه اخماتو واکنی؟ قیافم اینجوریه. همیشه هر وقت حرف داداشم میشه قیافت اینطوری میشه. یادم چند سال پیشم شوخی جدی میگفتی تو رو به خاطر گواردیولا گرفتم. حالا چون موقعیتی بده. حرفا چی میزنی موقعیت؟ اصلا برای چی داری منو میبری این جلوی این خرپولا فوتبالیستا؟ داوود داداشمه. تولدش امشب دعوا نداریم که با هم دیگه. اگه میخوای قیافت اینجوری باشه اصلا همون نیای بهتره. طبقه 6. نمیای داوود؟ اگه نگفتی با این قیافه نیا نمیام. گواردیولا هیچ وقت سر به سر زنی که فقط یه مرد تو کل جهان دوست داره نذار.
میخوام امروز و فردا نسوزونم به پای حرفای گفت تو نمیشه چیه؟ منو بخوری غذاتون چیکار میکنی؟ اسمان جان الان اینجا بلم کن اسمان بده من اینو بلم کن نمیخوام چیزی نی درست نیستم شب اینجا اسمان بشه مردم اینجا همه دارم گول پدر من ببین نفر لطفا اونجا مشروب سر نکنی دوزم مدار بسته دارم میبینم برو برو دنبال کارت این کارت خیلی زشته برو دنبال کارت خواهش میکنم بیایی بر خواهش نیا جلو آقا تیغ تو رو کانا بیا جلو برای جنگ 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 بابا خوابه عزیزم اسماعیل پاشو رسیدیم پاشو بیا پایین ببینم پاشو بیا روزگیرا رو زدی؟ آره زدم کیانو بردم گذاشتم سر جاش بیا بریم بالا بچه رو تنها ول کردی اومدی دنبال من نره خر چی میترسی؟ دست نزن بیا دستتو به من خودم بیا بریم چیزی نیم خرام که چیزی خواه خودم خواه من دست نزن چه بده کجایی بنفشه؟ الان اونجا ساعت چنده مامان؟ کله صبح به من زنگ زدی بپرسی کجام؟ مادر نشدی بدونی بیتابی یعنی چی؟ بیتابمی؟ پاشو برگرد ایران. چجوری برگردم؟ داداشاتو چی کار کنم؟ اصلا مگه نگفتی کارم درست شه میام اونجا؟ اومدنم کنسل مامان. اینجا کار و زندگی و تولیدی و بدبختیمو چی کار کنم؟ مادر حرف تو تولیدی نیست، حرف تو یه مرد زن و بچه داره. بنفشه هر جای این علاقه هستی برگرد، این عاقبت شومه. مادر برگرد نرو. بنفشه الو بنفشه. برگشتی تو کار نیست مامان، میرم یه سرش میکنم. زنش باید از وجود من با خبر بشه. اومدم عزیزم. آفرین. دیگه نمیخوای؟
زن گواردیولا بودن چه حسی داره؟ کم کم باید به حضور من عادت کن. اسماعیل بلند شو ببینم، بلند شو بیدار شو لغمه بیدار شو. حالی چی نیست نترس. جانم چی پسرم نترس قربونت برم، نترس چیزی نیست، نترس. الان خاموشش میکنم. وقتی کلید خونم دستته یعنی انقدر رفیق هستیم که اینجوری چپ چپ نگام نکنی. اسماعیل قرار بود فقط برند تو رو تبلیغ کنه. خواهد غیرتی. این کثافتکاری چیه دیشب تو تولد اسماعیل لروردی؟ تو تا حالا دیدی من سیگار بکشم، مواد مصرف کنم، مشروب بخورم؟ ندیدی، چون مصرف نمی کنم. همه الان دیدی خواستم وایستم نتونستم. تمام علاقه ناکام من به برادر تو شده این چند تا قرص که دکتر اعصاب و روان کرده اینطور. صبح زرد، سبز، ظهر سبز، زرد، قرمز، شب زرد، سبز، قرمز، سفید. مریم، من حالیم کجا وایستاده؟ من حالیم نصف صورتم مورد علاقه هم نیست. حالیم برادر زن داره، این بچه داره، مثل حالیمی خانواده دوسته. من چی کار کنم رفیق دبیرستانی گرفتارش؟ بنفشه، آدم به هر چی که دلش میخواد نمیتونه برسه. اگه قراره نرسه توی دیگه این زندگی میخوام سر سگ بجوشه. نرسم بهش زخم زدم، به خودش، زنش و بچهش. تو غلط میکنی داریوش. بله خواهرش همو بنداز بیرون. اگر آسیبی به بچهش برسه داداشم یه تنه قشون میشه و خاندانتو به باد میده. بذار اسماعیل زندگیشو بکنه، نذاری من میام وسط. بنفشه
همین حالا با هم قرارتری؟ دیشب باز زیاده روی کردن حالا دیگه شده دیگه تو هم بندازش دیگه این کثافتو. چه اینجوری میکنی؟ کیه؟ چی داره میگه؟ یه حساسیت نداشتی تو؟ چه اینجوری میکنی؟ وقتی نصف شب جلو در خونم سبز میشه حساس میشم. وقتی میگه دیگه باید به وجود من عادت کنی حساس میشه. سالمترین مواد غذایی بدون ناخالصی از طبیعت می آیند. پس سالمترین انتخاب غیر تراریخته است. غیر تراریخته یعنی طبیعت. سبا سیکلت شما را به دیدن ادامه این برنامه دعوت می کند. اما ارتباط کاریمون با اون زنی که قطع کنم. تو اون فیلم داشت به تو چی میگفت؟ چه؟ میگم زنه داشت در مورد چی با تو حرف میزد؟ چه میگفت؟ تو بگو چی میگفت؟ یعنی من بعد این همه سال برای همچین موردی باز باید خودمو توضیح بدم برای تو؟ نه میخوام بدونم چی میگفت. خواهی بدونی چی میگفت؟ یه چی در اومد بهم گفت عاشقم باش. منم گفتم من زن دارم، بچه دارم، خیلی هم دوستشون دارم، همچی کاری رو نمی‌کنم. اونم گفت خب حالا که اینجوریه پول پیشی رو که برای این خونه بهت دادم پر. من نمیخوام همه بدبختیامو به شما منتقل بکنم، نمیخوام بفهمین. من الان 8 ماه دهنم سرویس شده، صفرم، مجبورم. کل دار و ندار و زندگیمو دلار کردم به خاطر اون مربیگری احمقانه توی کانادا، دادم دست صراف. هم بهشون گفتم بابا یه رسید به من بدین، میگفتن تو روال کاری ما نیست. حالا که تموم شده پولا رو گرفتن میگن جای بدهی دود. آقا پولای منو خوردن، چیکار کنم؟ مجبورم با این زنی که کار کنم. اسماعیل من جزوی از زندگی تو هستم یا نیستم؟ همیشه بودی. یه مشورت با من نکردی؟ الان داری میگی کل زندگی رو دلار کردم از بین رفت، زنه به من میگه عاشقتم؟ ببین ریحانه جان، من که بچه نیستم که گور پدر پول، گور پدر همه چی. من الان مثلا اون موبایل توه و اون چیزی که تو ذهنت از من ساختی. ببین من الکلیم اما دله نیستم، دله زن نبودم هیچ وقت. این زنی که پولش حساب نداره، اگه من بهش پا داده بودم الان $1,000,000 پول خوردم بود. اینو بفهم، من به تو خیانت نکردم. تو خیانت نکردی، اونم پول پیش این خونه رو به تو همینطوری صدقه سری داد. نم صدقه سری نداده، براش کار کردم، مثل خر براش کار کردم، کار تبلیغاتی براش انجام میدادم. اگه کار کردی پس پول خودته. پول خودم هست، ولی همه چی به اسم اون بوده، قراردادها به اسم اون بوده. من از مال دنیا همین ماشین دارم که اونم به اسم توئه. خیلی خوب، پس خونه رو خالی می‌کنی ها؟ با این وضعیت الان من نه باشه اگه فکر می‌کنی یعنی اتاقم واسه خودم نیست. کی همچی حرفی زده؟ مامان داره شوخی میکنه. خونه وایسا کیان بابا وایسا کیان وایسا.
رو چمنا خوابیده. عیبی نداره، الکل لعنتی که به پره میاد سر جاش میخوابه. ببین ریحانه جان، من اومدم اینجا به تو بگم تو حق داری بابت همه گندایی که من تو زندگیمون زدم، چه میدونم بابت این همه پولی که تو فوتبال و تو مربیگری دستم اومد و به باد دادم، تو حق داری منو سرزنشم بکنی، حق داری، حقته. بابت این الکل لعنتی که افتاده به جون منم حق داری منو سرزنشم بکنی، ولی بابت اون زنی که نه، بابت اون زنی که نه، خاطر اینکه اون هیچ وقت برای من هوس نبوده و نیست، هیچ وقت الانم که تبدیل به خطر شده. یعنی آدمی که تا دم خونه من بتونه بیاد توی خونه منم میاد. و من میخوام جلوی این خطر رو بگیرم که آسیبی به تو بود کیان نزنه. الانم اومدم اینجا ازت خواهش بکنم توی این بازی که این زنی که راه انداخته اعتمادتو به من از دست نده که اگه این اتفاق بیفته اون بازی رو برده. ریحانه، من تو زندگیت نگام نمی کنی نه؟ برو دیگه، برو شرف، بردار. الو کدوم گوری هستی الان تو؟ کدوم گوری هستی؟ چی بوق میزنی؟ بردار، اگه شرف داری بردار. برو دیگه. نگیرم من پدر تو رو در میارم، یه کاریت میکنم از این که به دنیا اومدی کثافت. زن این که گوشی رو بردار تا بهت بگم. تلخ و راستکی اسماعیل، قرار نیست فردای بدون تو رو ببینم. نگفتی زن اسماعیل بودن چه حسی داره؟ از زندگی من برشا بیرون. میفهم شوهرت حق داری. ببخشید اول از اتاق کیان شروع کن. اونجا رو بیشتر از هر جای دیگه تو این خونه دوست داره، مثل باقی بچه. بهت گفته رهن این خونه به نام منه؟ گفته دیگه آه در وسط نداره؟ گفته چی میخوای بدونی؟ گفته بهت وفا دارم. راست میگه، متاسفم. الکلی وفادار نوبه. کارگرها و کامیون پشت در منتظرن که وسایلتون رو ببرن. وای بدجنسی نظر کن. وای بدبختی نیست. یه زن خیلی بدبخته وقتی مردی رو دوست داره که اون مرد عاشق یه زن دیگه است. تنها راه چزوندن اسماعیل هم اینه که اوقات بچه‌ش رو
هر حال اسماعیل نفر قبلا هم تجربه مربیگری تو لیگ برتر داشته، حتی عنوان بازیکن مربی دوره. ولی من نظرم چیز دیگه ایه. تو تاریخ نشون داده که خودشو نتونسته تو لیگ برتر نشون بده. بعد بیشتر فرصت داد. الان یه تیم مستقلی قرار داد ببنده. بالاخره نظرها مختلفه دیگه. چرا که نباشی ها باشه. من بهترین اتاق دنیا رو برات میگیرم، قشنگترین اتاق دنیا. دارم یه قرارداد جدید میبندم. کسی نمیتونه به حرف یه آدم دائم الخبر اعتماد کنه. بیشرف. با هم میریم تو. ریحان جان تو خدات من از اینی که هستم بیشتر تحقیرم نکن بابا. تو که میدونی رابطه من با داوود چی جوریه. برید دیگه شما برید تا خاکی تو سر خودم بکنم. منم تو که خواهرشی، کیانم خواهرزادشه. ازش خواهش کنی یه اتاق برای کیان خالی بکنه. بشم بگو موقته ها، بگو همه چی موقتیه. همه چی درست میکنم. کیان جان بابا بیا قربونت برم. پیداش کردی؟ هنوز اینجاست. اومدی سراغش. خاله بهار سلام. قرص خورده یا در بیهوش شده. نه خیالتون راحت باشه. نیاز داری اربر بشی با کسی که تو رو جلوی قربت سکه یه پول کرد. نیاز داری یقه گیری کنی به خاطر بغضی که گلوی بچه تو گرفت. عشق زنت رو در آورد. نیاز داری بهش بگی هی آدم بده، تو برنده نشدی، تو حتی به بردنم نزدیک نشدی. چون من رو پام، چون خانوادم تو آغوش امن من هستن، چون اومدم بهت بگم که اونم واسه گفتن اینا اومده بودی. ببین ول کن. آره خوبم اونه که از دوستان میخوابم شبا. ببین گوش کن ریحانه، میخوام بدون دعوا، بدون درگیری، بدون گوش کن یه دقیقه، میخوام ستایی با هم دیگه بچه رو ببریم بریم با هم سینما. اصلا هم جلو بچه به روش نمیاریم. الو چی داری میگی بابا؟ مست کیه؟ چی داری؟ نه من خوبم خیلی خوب. تا یه نیم ساعت دیگه میام دنبالتون. باشه. آقای نفهم اینجا رو نگاه میکنید با طلایی بگیرم کوچولو بیاد. آقای اینجا نگاه کنید عکس تار
ستار نشه عکس بیا بگی باشه برو دنبال کار دیگه برو. یکی میگفت آدمی زاد از همون پر قنداقش یه پاش لب گوره. نمیتونی یه ذره سنگین رنگین باشی؟ آقایون برن که میخوام با خانوم عکس بگیرم. بسته دیگه خجالت بکش. وقتی از فردات خبر نداری پس راست میگم. کاملا مشخصه که مستی. آبرومونو بردی. میگم ریحانه دوست داشتی مثلا یه پا نداشتی ولی جامعه بودی. دوست داشتم یه شب حالت عادی بودی. بسته دیگه. دیگه برو ولی گمونم میشه از فردای بعضی ها خبردار شد. اسماعیل لطفاً درست بشین دیگه. بسته هر چقدر دلت میخواست مانو افتاده. بسته بکش کنار پاتوز میشه. حسودیت میشه قشنگ نه؟ یه شب اومدیم بیرون آبروم برد. حسودیت نشه. بعضی ها استعداد عجیبی دارن که فرداشون رو جلو بندازن. ببین خیلی مشخصه که مستی. درست بشین. من میخوام از 100 تا یک برات برعکس بشم. تماش کن. همه دارن نگات میکنن. بسته دیگه. آقا نگه دار میگم بیاده میشم. نگه دار آقا. ریحانه یه روز عادی باش تو زندگیمون. تو مربی یه تیم بزرگی الان. حال و روز تو ببین. بابا چی ساکت باش آبرومونو بود. حالا یه امروزی کم زیاده یه امروز 10 سال برنامه‌مون همینه. هر روزمون همینه. کیانو نیوردی. من با کیان دربست میگیرم. تو ماشین آدم مست نمیشه. ریحانه چرا هر وقت کم میاری این کار میکنی؟ یه ساندویچ مونده خوردم آوردم بالا. چی شده؟ چرا این کار میکنی بچه از من بترسه؟ چون ترسناک بود داداش بشکته داوود خانتون. الکل ترسناکت کرده. خیلی خب من ترسناکم دنبالم نیام. ببریم بچه رو با خودت میبری. این برق که زودتر از رد میرسه. این شیهه شلاق که صداش زودتر از درد نازل میشه. شیهه‌ای که نازل شد. کیان جان بابا من عاشق تو هم بابایی. تو همه چیز منی. تو همه کس منی. مامانت الان عصبی داری یه چیزی میگی. من اصلا آدم ترسناکی نیستم. اسماعیل کیانو نبر با خودت. اسماعیل بچه رو کجا میبری؟ مگه نمیگی من یه آدم ترسناک الکلیم؟ نبر با خودت اسماعیل. برقی که خشکم کرد. فردایی که جلو افتاد. مرگی که نازل شد. مدار مهربانی. بفرمایید عدد 3333 به حروف چند تا دندونه داره؟ 12 تا. کاملا درسته. عدد 11111 چند تا یک داره؟ 5 تا. بله. نخستین بانک ایرانی چند تا سین داره؟ بانک سپه یه دونه سین داره. حالا اگه قرعه کشی بانک سپه 3333 نفر برنده و برای هر برنده 1 میلیارد ریال جایزه داشته باشه. آقا ببخشید این اطراف بانک سپه شعبه داره. افتتاح حسابش تا کی مهلت داره؟ تمدیدم میشه مدتش؟ برای شرکت در جشنواره بزرگ قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنی پس‌انداز نسبت به افتتاح حساب یا تکمیل موجودی اقدام فرمایید. من با کیان مردم.
قفل تو شدم بس که دری باز نکردی، کنج قفست ماندی و پرواز نکردی. من مهر تو را در دلم اندوخته بودم، دست تو برید آنچه که من دوخته بودم. زخمی هر جنگ من، خسته و دلتنگ من، درد تر از درد تو، قاتل خونسر تو، مرده بیگور من، وصله ناجور من، تیشه مغرور تو، ضربه ناسور تو. با زخم زبان بر سر این شاخ نشستی، دندانه حق اره شدی، شاخ شکستی. هر شاخه که با دست تو در باغچه خم شد، میشد که عصایم شود اما تبرم شد. زخمی هر جنگ من، خسته و دلتنگ من، درد تر از درد تو، قاتل خونسر تو، مرده بیگور من، وصله ناجور من، تیشه مغرور تو، ضربه ناسور تو.